دوم کلید خوب دقت کنین، خیلی مهم است. دومین کلیدی که برای ورود به جنت در کار است ای مسلمان بعد از ایمان به خدا. ولی متاسفانه امروز مسلمان 15 ساعت روزه میگیرد. امروز مسلمان 15 ساعت کار میکند در ماه مبارک رمضان. روزه هست و درو میکند، روزه است، شاق کارها را انجام میدهد، روزه است، اما نماز نمیخواند. دومین کلید عزیز من به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، حضرت حسن بصری فرمود رحمت الله علیه اگر روز قیامت کسی بیاید با تمام اعمال و پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی، الله نامه ایش را بررسی میکند که نماز را ترک کرده یا نکرده. اگر این مسلمان نماز نخوانده بود خدا به صدقهش نگاه نمیکنه، خدا به مسجدی که ساخته نگاه نمیکنه، به مدرسه‌ای که ساخته نگاه نمیکنه، به محبتی که با عالم داشته نگاه نمیکنه، به روزه رمضانش نگاه نمیکنه، به حجش نگاه نمیکنه، به جهادش نگاه نمیکنه. اگر او مجاهد در راه خدا باشه ولی نماز نمیخواند، الله جل مجده دست رد به سینهش میزنه و دستور میده که خبیث را به جهنم بیندازی. عزیز من، امروز ماه مبارک رمضان رفت. بسیار بنده های رمضانی بودن که در رمضان مسجدها پر بودن. کجا هستن اونها؟ فکر نمی کنن که آیا خدا فقط مال رمضان است؟ سروران من، دومین کلید نماز است. نماز حقیقت را باید گفت. عزیز من، اگر دست نداری مشکل نیست، بی دست زندگی می شود. اگر پایت قطع می شود، بدون پای گرچه مشکل از زندگی ولی زندگی می شود. اگر چشمت کور شده و نابینا شده، بدون چشم زندگی کرده می شود. اگر زبانت گنگ است، بدون زبان زندگی کرده می شود. اگر گوشت کر است، با کر زندگی کرده می شود. ولی کسی که نماز نمیخواند اون زنده نیست، بلکه مرده هست به فتوای دین. اون مرده هست به فتوای دین. کسی که نماز نمیخواند هیچ خیری به پیش خدا ندارد. خدا فقط در روز جمعه از مسلمان طلب سجده نکرده، الله هر روز 5 وقت نماز از مسلمان طلب میکنه. اگر خواهری که برقه دارد، حجاب دارد، حیا دارد، شرم دارد ولی نماز نمیخواند، خواهر من، در روز قیامت با حجابت الله داخل جهنم میاندازد تو را. با حجابت، با حیایت، با شرمت الله تو را داخل جهنم میاندازد. اگر عالم نماز نمیخواند الله با علمش او را داخل جهنم میاندازد. اگر حافظ نماز نمیخواند، غره نشود که من حفظ قرآن کردم، الله با قرآن که حفظش کرده او را داخل جهنم میاندازد. نماز ستون دین است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم یک تشبیه زیبا میکنه. فرمود دین اسلام مثل یک زنجیر است. دین اسلام مثل یک زنجیر است. مسلمان از زنجیر گرفته محکم. در آخر الزمان وقت به امت من خواهد آمد که زنجیر را محکم میگیره، یک زنجیر کنده میشه و نام امانت است، خیانت میکند. زنجیر دوم را محکم میگیرد، صداقت است. زنجیر سوم را محکم میگیرد، روزه است. زنجیر چهارم هر یکی پای دیگر قطع شده میرود. آخرین حلقه باقی میماند. آخرین حلقه‌ای که بنده با پروردگار خود با همین حلقه ارتباط دارد. اگر این حلقه کنده شد، خدا این بنده را از قرب رحمت خود دور میاندازد. فرمودن یا رسول الله آخرین حلقه کدام است؟ فرمود نماز. و نماز است. نماز. چقدر امروز مردم به اعتنا هستند. دوستان من، عزیزان من، برادران گرامی من، فقط در روز جمعه خدا سزاوار پرستش نیست. در هر روز 5 بار وقتی مسلمان را بگویی برادر عزیز من، مسجد خانه الله است، اگر قرار است
تنها خوانده میشد مردان مثل زنان باید داخل خانه نماز میخواندن. اما چرا مسجدها ساخته شده؟ چرا امامها نصب شده؟ چرا مؤذنها از فراز مناره ها از آن میگویند؟ مرد باید داخل خانه نماز نخواند، مرد باید در مسجد نماز بخواند. پدر به پسرش بگوید پسر عزیز من، نماز صبح زنان در خانه میخوانند نه مردان. اگر مردی، اگر امت ناب رسول خدا هستی، اگر پیامبر را دوست داری، اگر شفاعت محمد امین را دوست داری، نماز داخل خانه تو را از شفاعت محروم میگرداند. حضرت عبدالله ابن عباس پرسان کردن کسی 5 وقت نماز میخوانه، 5 وقت ترکش نمیکنه، اما به جماعت نمیخوانه، فرمود روز قیامت الله داخل جهنم میاندازیشه. امروز چقدر مسلمان ها هستن میگه که امام مسجد ما مشکل دارم، که در خانه خدا خود مشکل نداری. چرا این وساوس شیطان را گرفته به دستت خدا فریب میدی؟ میگه با آجی منطقه مشکل دارم، با کلانتر مشکل دارم. تو با الله که مشکل نداری. الله که رب تو است. خانه مال الله است نه مال کلانتر. خانه مال الله است نه مال مولا، مال الله است. برو به مسجد خانه الله. باور بکنین امروز اگر یک کسی در یک دفتر میخواه کار بکنه، از او سوابقش را میخواهن که سابقه یزید چه کاره بود، عکس فتویش را میخواهن، بچه کسی در کجا زندگی میکنی، تحصیل چی اندازه هست، لیسانس هستی یا ماستر هستی، اما تو هست یا نیست با آواز بلند میشنو. اگر در بانک کار میکنه یا در دفاتر حکومتی، اگر پلیس میشود چندین مرحله را باید طی بکند، چندین امتحان باید بدهد تا قبول شود. ورود به جنت اینقدر مفت است. آیا خدا از سوابق من و تو پرسان نمی کند که ای بندم در دنیا نماز خواندی یا نخواندی؟ ای بندم فرق بین مسلمان و کافر نماز بود، نماز خواندی یا نخواندی؟ عزیز من، اگر کس زنا میکنه او مسلمان است. اگر کس زنا میکنه او مسلمان است، مسلمان فاسق، مسلمان گناهگار. هیچ کسی گفته نمیتونه کافر. اگر کسی دزدی میکند مسلمان است. اگر کسی باید حقیقت را گفت. اگر کسی نگهبانی یک فاحشه خانه را میکنه مسلمان است. کسی حق نداره را کافر بگوید. اگر کسی نگهبانی قمار خانه را میکنه مسلمان است. اگر کسی سود میخوره مسلمان است. اگر کسی رشوت میستاند مسلمان است. اما اگر کسی نماز نمیخواند، عده از علما گفتن او مسلمان نیست، او مسلمان نیست، کافر شده، کافر. بگوین یک دفعه نعوذ بالله. ای پدر گرامی، ما به چشم خود میبینیم که پسر ما نماز نمیخواند. اگر دروازه شیشه خانه ما را بشکند فرزند ما، گوشش گرفته تاب میتیم، لط و کوبش میکنیم. اگر 100 روپیه از دکان از پیشش دزد ببره، لط و کوبش میکنیم. اگر مال از دکان از پیشش گم شود، لط و کوبش میکنیم. اگر قاب در آشپزخانه زن ما بشکناند، تهدیدش میکنیم. حتی بعضی ها هستن لط و کوب میکنن. اگر دخترشون گلاس را بشکنن تهدید میکنن. اگر آب را یا چای را داخل خانه اضافه در گلاس ریخت که از او سر کرد در خانه افتاد، ما را تهدید میکنیم. اما ای مسلمان، ما به کجا هستیم؟ به خدا قسم به کجا هستیم؟ دل درد میکنه. کجا هست پدری که میبیند دخترش در نماز صبح در خواب است، پسرش در نماز صبح در خواب است؟ چگونه با دست خود ای پدر، ای مادر، چگونه با دست خود فرزند را به آتش جهنم میاندازی؟ چگونه فرزندت را در غضب خدا گرفتار میکنی؟ چگونه رحمت را از خانه خود دور میکنی و فرشتگان رحمت را از خانه خودت رخصت میکنی؟ کسی که نماز نمیخواند، عده از علما میگن مسلمان نیست. مسلمان نیست. آخرین حلقه بین بنده و الله نماز است. در روز قیامت چی داریم ما؟ خواهر ما در روز قیامت چی داره؟ مادر ما در روز قیامت چی داره؟ وقتی الله بخواهد بیاور بندم بیاور که در دنیا تو را فرستاده بودم، اعلان کرده بودم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بیاور بندم چی آوردی؟
بنده ببرد خدایا این مدرک و سند لیسانس است، لیسانس حقوق داشتم، لیسانس شرعیات داشتم، کامپیوتر ساینس لیسانسش پیش من بود. پروردگار این مدرک و سند ماستری است. خدایا این مدرک و سند دکترا هست، من دکتر بودم. پروردگار این مدرک حجاب من است که حجاب داشتم. خدایا این مدرک است که مسجد ساختم. خدایا این مدرک است که مدرسه ساختم. پروردگار این مدرک است که عالم را دوست داشتم. الله میگه بگذار 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 بگذار. نماز داری؟ نه خدایا ندارم. الله میگوید با تمام مدرک و سندش داخل جهنم بینداز ایرا، داخل جهنم بینداز ایرا. در روز قیامت اون کسی که نماز نمیخواند از شفاعت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم است. کسی که نماز نخوانده پیامبر به او هیچ کار کرده نمیتواند. دومین کلید نماز است. نماز 2 مرتبه ایره گفتم. آخرین کلامی که در وقتی که رمق به پیامبر نازدانه ما باقی نبود، همون لحظه ای که آنقدر مبارک در تکلیف بودن، آنقدر تب داشت، جسد مطهر و مبارک نازنین ما محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم که وقت دستمال را تر میکردن به جسد مبارک میگذاشتن خشک میشد. میدانین که در همون لحظه چی میگن؟ در همون لحظه صدا میزنه الصلات الصلات. امت من نماز. پس امروز چقدر مسلمان به اعتنا است در نماز؟ هیچ عذری پذیرفته نمی شود. زکات نشانه مسلمانیت نیست. چرا؟ به خاطر که بسیار مسلمان ها هستن پول ندارن، زکات نمیدهن. بسیار مسلمان ها هستن فقیر هستن، زکات سرشون فرض نشده. پس این علامه مسلمانیت نبوده. روزه نشانه مسلمانیت نیست. چرا؟ کسی که مریض است روزه سرش فرض نیست، اون باید روزه نگیرد. پس علامه مسلمانیت روزه هم نشد. حج نشانه مسلمانیت نیست. چرا؟ بسیار مسلمان ها توانایی ندارن که به حج بروند. اما نماز دیگر عذر کار ندارد. اگر استاده نمیتوانی الله میگوید نشسته بخوان. اگر نشسته نمیتوانی الله میگوید خوابیده بخوان. اگر بدنت حرکت نمی کند الله میگه با سرت اشاره بکن نماز بخوان. اگر داخل طیاره هستی عذر نیست، داخل ریل هستی عذر نیست، اگر داخل موتر هستی عذر نیست. حتی اگر زن در وقت ولادت است ولی تو هنوز طفل تولد نکرده درد میبیند الله میگوید عذر نیست، نماز بخوان. نماز. الله اکبر. امروز مسلمان پیگیری شکستگی شیشه خانه را میکند. او سر پلو کشیدن داخل هتل مصروف است، اشترینگ زدن موتر مصروف است، در 100 تا کار دیگر در بازار مصروف است. از پیشش پرسان کنی برادر الله میگه حی علی الصلاة حی علی الفلاح. مگر کری نمیشنوی؟ میگه نفقه فرض است. واه تو نفقه را دانستی که فرض است، خدا ندانست که نفقه فرض است. تو دانستی که نفقه فرض است، رسول الله ندانست که نفقه فرض است. تو دانستی که نفقه فرض است، عمر ندانست که نفقه فرض است. نفقه فرض است. کی نگفته که نفقه فرض نیست؟ فرض است. ولی فرض بعد الفریضه. اول سجده کن خدا شکمت را سیر میکند. سجده کن خدا شکمت را سیر میکند. اگر سجده نکردی به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، اگر کل جهان مال تو باشد خدا آرامش درون تو را میگیرد. با تمام مالت درد داری، با تمام مالت بیقراری. برای زندگی اونهایی که سوپرستارهای دنیا هستن، اونهایی که سوپرستار شدن، ستاره ها هستن، برو زندگی اونها رو یک مطالعه بکن که به چی وضعیت قرار دارن. ما فقط پرده های تلویزیون رو ملاحظه میکنیم. از پرده تلویزیون مطالعه نکن، زندگی اصلی اونها رو مطالعه بکن. برو ببین که اونها به چی وضعیت قرار دارن. چند وقت پیش شما تصویرها رو دیده باشین از صفحات مجازی.
همین مرض کرونا در هندوستان مردم بتا را نشکستندن؟ با آواز بلند میشم همون خداهایی که بارها به پیششان سر میگذاشتن، از اونها طلب میکردن، باباهایشون این کار را کرده بودن، مگر کفار چی دانستن؟ از کجا فهمیدن که حاجت روا اینها نیست، حاجت روا اون ذاتی است. نعره تکبیر! هر در که روم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و در که جانان تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. فقط اون است که همه کار را میکند. هندو دانست که خداست، اون که نادیده است، دیده نمی شود به چشم، ولی از رگ گردن نزدیکتر است. اون کسی که دیده نمی شود ولی در شب تاریک سر سنگ سیاه مرچه سیاه را آواز پاهایش را می شنود. اون ذاتی که در میدان وسیع، اگر میدان وسیع دنیا همه عالم یک جا جمع شوند، همه عالم یک جا جمع شوند، یک جا از خدا چیزی بخواهند، هر کدامشون را جدا جدا الله آوازشون را می شنود. و اگر همه ایشون را در یک میدان تمام حاجتشون را پوره کند، از خزانه های خدا به اندازه سوزن چیزی کم نمی شود. عزیز من، اون الله جانان از مسلمان سجده خواسته. چرا مسلمان فقیر است؟ چرا مسلمان در بدر است؟ چرا مسلمان سنگ میخورد؟ چون مسلمان سجده نمی کند. اصحاب پیامبر سجده کردن. سجده، از سجده اونها صدهای فولادی دشمن، صدهای فولادی ابرقدرت‌های دنیا به لرزه آمد. در غزوه بدر، غزوه سرنوشت ساز بدر، در همون حالت بسیار خطرناک 313 نفر هستند صحابه، شمشیر ندارن، 2 اسب دارن. 313 نفر 2 اسب و 70 شتر، در دستشان چوب است. در برابر 1000 کماندو، 1000 تا دندان مسلح، از دید ظاهر اصلا قابل مقایسه نیست مسلمان ها با کفار. هر کسی که اون کارزار رو میدید، اون معرکه رو میدید، میگفت به یقین مسلمان ها شکست میخورن. امکان ندارد اینهایی که با چوب آمدن در برابر این شمشیر و تیر و نیزه زندگی بتوانن مقابله گری بکنن. اما رسول خدا یک تیر را میشناسد، یک کار را میشناسد که از اتم بالاتر کار میکند. یک تا خیمه به پیامبر بزرگوار ما زدن، رسول خدا داخل خیمه است. فدایت شوم ای صدیق اکبر، فدایت شوم ای ابابکر. حضرت ابابکر صدیق در دهن دروازه نگهبانی میدهد. رسول خدا داخل خیمه است. وقتی دید که از دید ظاهر اصحاب جان نثارش نمیتوانند با کفار مقابله گری بکنن، شکمکایشون هم گرسنه است، چیزی برای خوردن هم ندارن، فقیر بودن اونهایی که در اطراف پیامبر جمع بودن. امروز فقیران از فقر بیزارن، در حالی که رسول خدا میفرماید اللهم احیینی مسکینا، خدایا زندگی مرا زندگی مسکینانه بگردان، و امیتنی مسکینا، خدایا وقتی مرا میمیرانی مسکین بمیران، و احشرنی فی زمرة المساکین، خدایا در روز قیامت در کنار مسکینان مرا حشر بکن. یک بار بگوین الله اکبر. چقدر ما را دوست داشت در همین حالت که هیچ کسی به درد نمیخورد. رسول خدا از دید ظاهر اصلا صحابه قابل مقایسه نبودن. داخل خیمه می رود، الله اکبر، سر نماز استاد می شوند. وقتی به سجده می رود، صدیق اکبر می گوید آنقدر گریه می کرد رسول خدا. عزیز من، می دانید من در رمضان هم گفتم نزدیکترین حالتی که بنده به خداست کدام حالت است؟ در سجده است. نزدیکترین حالتی که بنده به خداست در حالت سجده است. پس بیاییم سجده را رها نکن که آخرین حلقه است. اگر این حلقه از دست رفت دیگر چیزی باقی نمیماند. رسول خدا در سجده ها گریه می کرد.
صدیق اکبر میگوید پیامبر خدا گریه کرد، 2 رکعت نماز به پایان رسید، بعد دستان خود را به سوی آسمان دراز کرد، گفت خدایا اگر این چند تا اصحاب مرا امروز نابود بگردانی، پروردگارا در زمین دیگر کسی تو را عبادت نمی کند، دیگر کسی تو را عبادت نمی کند در زمین. اگر این چند تا صحابی من شهید شوند، تا هنوز دستای پیامبر پایین نیامده که جبریل امین از فراز آسمان می آید، 5000 فرشته تا دندان مسلح در خدمت رسول خدا. پس کجا هست آن فرشتگانی که در بدر بودن؟ کجاست که به داد مظلومیت مردم فلسطین برسند؟ کجا هست اون فرشتگانی که در بدر بودن به داد ملت افغان که ملت مظلومن برسن؟ چرا؟ مگر خدا تبدیل شده؟ نعوذ بالله. مگر خدا به خواب رفته؟ نعوذ بالله. نه خدا، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا را غفلتم نمیگیرد و خوابم نمیبرد. خدا حی است، همیشه زنده است. خیلی چی شده؟ چرا فرشتگان نمی آید؟ چرا ما تبدیل شدیم؟ ما تغییر کردیم، ما سجده ها را ترک کردیم، ما از این و آن کمک خواستیم ولی از خدا نه. از آمریکا و روس کمک خواستیم، از خدا نه. از دکتر کمک خواستیم، از خدا نه. از پیر کمک خواستیم، از خدا نه. پس وقتی ما خدا را ترک کردیم، خدا ما را هم ترک کرد. وقتی برگردد مسلمان، خدا هم برمیگردد. و این تعودوا نعود، بنده من اگر برگشتی برمیگردم، و این عدتم عدنا، اگر برگشتین من هم برمیگردم، اگر توبه کردین من شما را به بندگی خود قبول میکنم. دومین کلید نماز است. سر این زیادتر تاکید کردم که بسیار از جوانان فقط روز جمعه نماز میخوانند، بسیار از خواهران فقط وقتی که پدرشان بمیرن نماز خوان میشوند، وقتی مادرشان بمیرن 12 روز نماز خوان میشوند، وقتی رمضان آمد نماز خوان میشود. نه با این نمازها خدا بازی نمیخورد. نعوذ بالله. الله از مسلمان هر روز 5 وقت نماز در جماعت از مردان، برای خواهران ما 5 وقت نماز در وقتش، نه این که نماز پیشین ساعت 4، نماز عصر وقت شام، نماز شام وقت خفتن. چی کار میکردی؟ در دیگ خانه مصروف بودم. چی کار میکردی؟ در هتل رفتم آرایش خراب میشد. چی کار میکردی؟ عروس بودم، عروس. الله اکبر. او در روز عروسی نکاح میکند. نکاح با کلمه الله ما یک زن را حلال میکنیم برای خودمان. وقت زن نماز نمیخواند در شب اولی که به اون هم بستری میشود، فردا فرزند دیگر رو تولد میکند، فکر میکنی دیگر عمر است، فکر میکنی دیگر او بلال است، فکر میکنی دیگر ابو حنیفه است. نه عزیز من، به خدا قسم، زنی که نماز نمیخواند، در خانه‌ای که نماز نیست خیر نیست، در خانه‌ای که نماز نیست برکت نیست، در خانه‌ای که نماز نیست احترام نیست، در خانه‌ای که نماز نیست محبت پدر و مادر نیست، در خانه‌ای که نماز نیست در اون خانه جنگ و جدل است، در خانه‌ای که نماز نیست صلح و امنیت در اون خانه نیست. دومین کلید نماز. نماز. اگر شل میشیم، اگر کور میشیم، اگر گم میشیم، اگر کر میشیم، اشکال ندارد، اما از خدا بخواه که پروردگارا ما را بی نماز نگردان، پروردگارا ما را بی نماز نگردان. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله ابن عباس رئیس مفسرین است، چشمای مبارک آسیب دید. دکتر گفت که سجده نکنی، بس سجده نکنی که چشمایت کور میشه. حضرت عبدالله ابن عباس گریه را شروع کرد. گفت گریه هم نکن، سجده هم نکن. شروع کرد به گریه کردن. دکتر گفت برات گفتم گریه نکن. عبدالله فرمود چشمی که گریه ندارد از ترس خدا، پیشانی که سجده ندارد، اون به پیش خدا هیچ خیر ندارد. چشمی که مرا مانع شود سجده خدا نکنم، اون چشم را نمیخواهم. الله اکبر. اون چشم را نمیخواهم. سروران من، این نماز دومین کلید.